با سلام و درود مجدد به همه شما دانشپذیران عزیز. در ادامه حالا سوالات ریاضی دوی دانشگاه جراح پاشا پارت دومه. حالا سوالات رو با هم دیگه بررسی میکنیم. اینجا هم حالا از سوالات اعداد مختلط شروع میشه. خب سوال اول گفته یک منهای آی به توان 10 میشه چی؟ بچه واسه حل این سوال اینو به این صورت بنویسین که یک منهای آی به توان 2 حالا به توان کل به توان 5. خب این دوتایی که حالا به توان 2 گفتیم و در همدیگه ضرب کنیم، یک منهای آی ضرب در یک منهای آی حالا به توان 5. این دوتا رو با هم دیگه ضرب کنیم چی میشه؟ حالا همه اینا رو با هم دیگه ضرب میکنیم. یک ضرب در یک منهای یک ضرب در آی، حالا دومی رو ضرب کنیم، منهای آی ضرب در یک، حالا آی ضرب در آی هم میشه منهای یک به توان حالا 5. خب یک ها با هم دیگه خط میخوره، پس اینجا چی بوده؟ منهای دو آی به توان 5 که این میشه چی؟ منهای دوی به توان 5 ضرب در آی به توان 5. منهای دوی به توان 5 میشه منهای 32 آی به توان 5 هم که میشه حالا آی ضرب در 4 ضرب در آی ضرب در 4 هم که میشه یک. پس اینم آی به توان 5 مون هم میشه یک که از اینجا میشه منهای 32. گزینه منهای 32 آی که میشه گزینه آ. البته بچه‌ها توی به این سوالات اگه سر خوردیم که حالا چند تا نکته مهم در مورد اینا هست. اگه حالا یک منهای آی به توان یه عددی داشت، همیشه از جنس یک منهای آی به توان 2 به دست بیارین، چون همیشه یک منهای آی به توان 2 رو میتونین راحت بگین که منهای 2 آی هست و اگه یک مثبت آی به توان 2 بود میتونین بگین 2 آی. اینو همیشه تو ذهنتون داشته باشین، چون این خیلی کارتون سریع میکنه، چون اینجا میتونستیم راحت بگیم که منهای 2 آی به توان 5، ولی من اینجا بازش کردم حالا بدون اینا از کجا میاد، ولی این دوتا رو بهتر حفظ داشته باشین. سوال بعدی سوال 29. Z1 مساوی با 7 به اضافه 3 آی، Z2 مساوی به 5 منهای 2 آی. گفته Z1 منهای Z2 چی میشه؟ خب Z1 مون چی بود؟ 7 به اضافه 3 آی. Z2 مون چی بود؟ میشه 5 منهای 2 آی. خب منفی رو ضرب در هر دو اینا میکنیم، میگیم 7 به اضافه 3 آی منفی ضرب در 5 میشه منهای 5 و منفی ضرب در منهای 2 آی هم میشه مثبت 2 آی. خب 7 منهای 5 میشه 2، 3 آی به اضافه 2 آی هم میشه مثبت 5 آی. پس میشه گزینه سی. سوال خیلی ساده، سال 2021 حالا پرسیدن. سال بعدی سال 28. Z1 گفته 2x به اضافه 4 به اضافه y هست، Z2 هم 5x منهای 2 به اضافه x به اضافه 1i. گفته اگه Z1 مساوی با Z2 باشه y مون چنده؟ خب بچه اول ما چی نیاز داریم؟ اول باز x رو به دست بیاریم، بعد با استفاده از x y رو میتونیم به دست بیاریم. خب ما گفته بودیم اگه Z1 مساوی با Z2 باشه، اگه Z1 مون آی به اضافه بی آی باشه و Z2 مون x به اضافه y آی مون مساوی با x، بی مون مساوی با y. پس اینجا هم همون کار میکنیم، میگیم چی؟ اعداد حقیقی مساوی با همن، اعداد حالا مختلط هم مساوی با حالا اعداد ایدار هم مساوی با هم. میگیم چی؟ 2x به اضافه 4 مساوی با 5x منهای 2. از اینجا 2x میاریم این طرف، 2 رو میبریم اون طرف، میشه 3x مون مساوی با 6. از اینجا x مون میشه چند؟ میشه 2. 6 تقسیم 3. بعدی چیه؟ y مون هست که مساوی با x به اضافه 1 هست، پس از اینجا y مون مساوی با چیه؟ 2 به اضافه 1 که میشه 3. گزینه سی. سوال 2020 بود، یک سوال حالا متوسط. سوال سی گفته اگه زدمون کوسینوس 75 به اضافه آی ضرب سینوس 75 به روی کوسینوس سی به اضافه آی ضرب در سینوس سی باشه، زدمون چیه؟ بچه اینا رو اول ما از جنس سی آی اس باز پیدا کنیم، چون اینطوری میتونیم خیلی راحت این سوال حل کنیم. صورتمون چی میشه؟ میشه سی آی اس، سی آی اس 75 درجه. مخرجمون چی میشه؟ سی آی اس 30 درجه. پس در واقع زدمون چیه؟ میشه CIS 75 به روی CIS 30.
خب ما یک کسر می داشتیم چیکار میکردیم؟ میگفتیم چی؟ از سایه یکی رو میگیریم، حالا زاویه صورت و مخرج رو از صورت کم میکنیم، میگیم چی؟ 75 منهای 30 درجه که میشه چی؟ CIS 45 درجه. خب زدمون CIS 45 درجه شد که میشه چی؟ کوسینوس 45 به اضافه سینوس آی ضرب در سینوس 45 که از اینجا زدمون مساوی با کوسینوس 45 میشه رادیکال 2 بر روی 2 به اضافه آی ضرب در رادیکال 2 بر روی 2 که میشه گزینه آ. ببینیم در ادامه چی داریم. با هم دیگه سوال 31 رو بررسی میکنیم. گفته چی؟ Z1 اون میشه 2 به اضافه 2 رادیکال 3i، Z2 مون هم میشه منهای 1 به اضافه رادیکال 3i. گفته آرگمان Z2 به روی Z1 چی میشه؟ خب بچه ما از مبحث اعداد مختلط بیاد داریم که اگه آرگمانمون Z2 ضرب در Z1 بود، آرگمان هر کدوم پیدا میکردیم جمع میکردیم، چون راحت تر. اگه تقسیم بود منفی میکردیم. پس اینجا در واقع چیه؟ آرگمان Z2 منهای آرگمان Z1. خب الان چیکار میکنیم؟ آرگمان Z2 مون رو میخوایم پیدا کنیم که چنده. خب اول باز تانژانت رو برای Z2 پیدا کنیم. پس میگیم تانژانت تتای 2 مون مساوی با چیه؟ مساوی با قسمت موهومیش به روی قسمت حقیقیش که میشه چی؟ رادیکال 3 به روی منهای 1 که میشه منهای رادیکال 3. خب تانژانت کدوم زاویه مساوی با منهای رادیکال 3 هست؟ تانژانت 120 درجه یا همون 180 منهای 60 که از اینجا تتای 2 مون میشه 120 درجه که میشه حالا همون آرگمان Z2 مون. پس آرگمان Z2 رو پیدا کردیم، میریم سراغ آرگمان Z1. آرگمان Z1 مون چیه؟ میگیم تانژانت تتای 1 مون مساویه با قسمت موهومی Z1 به روی قسمت حالا حقیقیش که میشه 2 رادیکال 3 به روی 2 که دو خط می‌خورن. تانژانت تتای 1 مون میشه رادیکال 3 که تانژانت کدوم زاویه میشه رادیکال 3؟ تانژانت 60 درجه. پس در واقع آرگمان Z1 مونم مساوی بوده با 60 درجه. خب ما چی رو میخوایم پیدا کنیم؟ آرگمان Z2 منهای Z1. آرگمان Z2 مون چند بود؟ 120 درجه. Z1 مون هم میشد 60 درجه که حالا منفی کنیم میشه 60 درجه یا همون پی سوم، گزینه دی. سوال بعدی سوال 33. حالا وارد مبحث لوگاریتم میشیم. خب بریم سوال 32 رو هم حل کنیم که حالا همون مبحث اعداد مختلط هست. بعد بریم حالا سراغ مبحث لوگاریتم. سوال 32 چی گفته؟ گفته اگه Z1 مون 1 به اضافه ای باشه، Z2 مون 2 منهای 2i، Z مون به این صورتی که Z1 به اضافه Z2 بار یا همون مزدوجشون به روی Z2 منهای Z1. خب ما اول این دوتا رو پیدا کنیم که چند میشه، بعد تقسیمشون کنیم و Z رو به دست بیاریم. خب Z1 به اضافه Z2 اول جمعشون کنیم، بعد مزدوجشون رو بخوایم بگیریم چیکار میکنیم؟ میگیم چی؟ Z1 به اضافه Z2 1 به اضافه ای به اضافه 2 منهای 2i، حالا مزدوجش مساویه با 1 به اضافه 2 3 منهای ای، مزدوجش چی میشه؟ 3 به اضافه آی. فقط چی میکنیم؟ علامه قسمت موهومی عدد مختلط رو تغییر میدیم. خب Z2 منهای Z1 که مون میشه چی؟ میشه 2 منهای 2i مون منهای 1 منهای ای که از اینجا Z2 منهای Z1 مون هم میشه 2 منهای 1 منهای 3i. پس در واقع Z مون مساویه با 3 به اضافه ای به روی 1 منهای 3i. خب صورت مخرج رو ضرب در مزدوج مخرج میکنیم که میشه 1 به اضافه 3i، صورت هم ضرب 1 به اضافه 3i میکنیم. از اینجا مخرجمون چی میشه؟ میشه 1 به توان 2 به اضافه 3 به توان 2، صورت هم میشه 3 ضرب در 1 به اضافه 3 ضرب در 3i که میشه 3 به اضافه 9i. بعدی هم i ضرب در 1 و i ضرب در 3i مون 3i مون میشه i به اضافه حالا 3i به توان 2 که حالا 3i به توان 2 مون همون میشه منهای 3
که حالا این با این خط میخوره تو صورت 10 ای داریم 10 آی داریم در مخرج هم که به اضافه 9 10 داریم که حالا میشه فقط میمونه آی. پس در واقع زدمون چی بوده؟ زدمون فقط آی بوده. خب اینجا اگه بخوایم قسمت حقیقیش رو حساب کنیم چی میشه؟ چون صفره پس میگیم صفر به اضافه قسمت موهومیش هم یکه، میگیم صفر به اضافه یکمون میشه یک، گزینه دی. خب میریم سراغ سوالای فصل حالا لوگاریتم و اینا. سوال 33 گفته f(x) مون مساوی با log x منهای 5 به قاعده 5. خب از ما چی رو خواسته؟ f منهای 1 دو رو پرسیده. خب اول بخوایم f منهای x رو پیدا کنیم چی میشه؟ میگیم چی؟ x رو با y عوض میکنیم، میگیم x مون مساوی با log y منهای 2 به قاعده 5. خب از اینجا y رو میخوایم به دست بیاریم دیگه، میگیم 5 به توان x مون مساوی با y منهای 2. از اینجا y مون مساوی با چیه؟ 5 به توان x به اضافه 2. خب این خودش این y که اینجا هست همون معکوس حالا همون فانکسیونمون هست. پس میگیم f منهای x مون مساوی با 5 به توان x به اضافه 2. از اینجا f منهای 1 دویمون مساوی با 5 به توان 2 به اضافه 2 که میشه 27، گزینه دی. بریم سراغ سوال بعدی. سوال 34 گفته لوگ 3x منهای 2 به روی x به اضافه 1 به قاعده 2 مون مساوی با 1. x مون چی میشه؟ پس میگیم 3x منهای 2 به روی x به اضافه 1 مون مساوی با 2 به توان 1 یا همون 2. خب صورت اینجا رو با مخرج ضرب میکنیم، میگیم 2x به اضافه 2 مون مساوی با 3x منهای 2. از اینجا 2x رو میبریم این طرف، منهای 2 رو میبریم این طرف. از اینجا x مون میشه 4، گزینه B. خب این سوال هم مال 2020 بود. سوال بعدی اینجا مال 2021 که گفته لن x منهای 1 به اضافه ln 5 مساوی با 1. x مون میشه چی؟ خب اینجا جمع داریم پس میتونیم این دوتا رو با هم دیگه حالا 5 ضرب در x منهای 1 بگیم، میگیم ln x منهای 1 ضرب در 5 مساوی با 1. خب از اینجا میگیم ای به توان 1 مون مساوی با 5 ضرب در x منهای 1 کنیم میشه 5x منهای 5. منهای 5 هم ببریم این طرف، ای منهای 5 رو ببریم این طرف میشه به اضافه 5 مساوی با 5x. از اینجا x مون هر دو طرف تقسیم 5 کنیم ای به اضافه 5 به روی 5 میشه که میشه گزینه آ. سوال 37 گفته چی؟ لوگ 1 به روی رادیکال 7 مساوی با ln لوگ 2x به اضافه 1 به قاعده 7. خب دقت کنیم ما هر لوگی حالا داشته باشیم به هر قاعده اینجا 1 باشه میشه 0. پس در واقع ln لوگ 7 لوگ 2x به اضافه 1 به قاعده 7 مون میشه 0. خب اینجا هم یکم کارمون راحت تر میکنیم. اینجا خب لنمون لوگ به قاعده ای دیگه، پس میگیم ای به توان 0 کمون 1 مساوی با چیه؟ لوگاریتم 2x به اضافه 1 به قاعده 7. خب از اینجا میگیم 7 به توان 1 یا همون 7 مون مساوی با 2x به اضافه 1 هست، یک رو میاریم اینجا میشه 6 مساوی با 2x. از اینجا x مون میشه 6 به روی 2 که میشه 3، گزینه ای. بریم سوال بعدی. سوال 36 گفته مجموع قیمت هایی که x میتونه رو بگیرین و میگیره رو بگین چند، در صورتی که حالا x مون بزرگ از 0. خب ما اینجا چی داریم؟ 3 به توان ln x به توان 3 منهای 4 ضرب در x ln 9 3 ضرب در ln x داریم. خب ما چیکار میتونیم اینجا بکنیم؟ اول دقت کنین ما میتونیم اول اینا رو یکم ساده میکنیم، میگیم چی؟ خب این ln x به توان 3 رو میگیم 3 ضرب در ln x. بعدی چیه؟ اینجا هم x رو با 9 جاشو عوض میکنیم چی میشه؟ میشه منهای 4 ضرب در 9 یا همون 3 به توان 2 ln x. اینجا 3 ضرب در 3 به توان ln x داریم. خب اینجا رو حالا اینطوری بنویسیم، میگیم چی؟ 3 ضرب در ln x به توان 3 منهای 4 ضرب در ln x به توان حالا 2 3 به توان ln x به توان 2 حالا همشون به اضافه 3 ضرب در 3 به توان ln x.
مساوی با صفر. خب چون کارمون رو راحت تر کنیم میگیم چیه؟ 3 به توان ln x مون مساوی با آ. اینجا چی داریم؟ آ به توان 3 داریم منهای 4 آ به توان 2 به اضافه 3 آ داریم که میشه صفر. خب اول اینجا آ رو مشترک میگیریم میگیم آ به توان 2 منهای 4 آیمون به اضافه 3 مساوی با صفر. پس آ یکمون میشه صفر و اینجا میگیم چی؟ آی منهای 3 ضرب در آی منهای 1 مساوی با صفر. آ دویمون میشه 3 آ سه‌مون هم میشه 1. خب واسه هر کدوم اینا میتونیم الان x رو محاسبه کنیم. میگیم چی؟ 3 به توان ln x مساوی با آ یکمون چی بود؟ صفر بود. خب چون گفته x بزرگ از صفر و اینا هست ما در هیچ صورتی نمیتونیم، در صورتی که حالا ln x مون بی نهایت باشه پس این جزو اعدادی که x شاملش هست نیست. بعدی چی داریم؟ 3 به توان ln x داریم مساوی با a2 که میشه 3. پس در واقع ln x مون چی بوده؟ 1 بوده چون اینجا توان 3 مون 1. از اینجا x مون میشه چی؟ میشه e به توان 1. بعدی هم چیه؟ خب این شد x1 مون. بعدی چیه؟ 3 به توان ln x مون مساوی با a3 که 1 هست که حالا میتونیم بگیم 3 به توان 0. از اینجا ln x مون مساوی با 1 مساوی با 0. از اینجا x مون مساوی با e به توان 0 x2 مون هم میشه 1. خب از ما جمع اینا رو خواسته میگیم چیه؟ e به اضافه 1 گزینه آ. سوال 2022 سوال خوبی بود. سوال 38 رو میبینیم که حالا مبحث جمع و ضرب. گفته چی؟ ضرب 1 تا n دوی به توان کایمون میشه 1024. گفته اینمون چنده؟ اینو اگه بخوایم باز کنیم در واقع چیه؟ دوی به توان 1 ضرب دوی به توان 2 همینطوری دو ضرب میشن تا دوی به توان n مون در واقع که مساوی با چیه؟ دوی به توان 1024 هست. بچه اگه اینجا دقت کنین قاعده ها مساویه پس میگیم چی؟ دوی به توان 1 به اضافه 2 همینطور ادامه پیدا میکنه تا حالا به اضافه n مون میشه 2 به توان 1024. خب از اینجا 1 تا n مون جمعش چی میشه؟ میشه n ضرب در n به اضافه 1 به روی 2. این مساوی با چیه؟ مساوی با 1024 هست. سوال 38 رو با هم دیگه بررسی میکنیم از مبحث جمع و ضرب. سوال 38 گفته از ضرب 1 تا n دوی به توان کایمون شده 1024. n مون چند میشه؟ خب این اگه بخوایم باز کنیم چیه در واقع؟ در واقع دوی به توان 1 ضرب در دوی به توان 2 تا ضرب در دوی به توان n مون. 1024 چیه؟ دوی به توان 10 هست که سوال 38 رو با هم بررسی میکنیم. مبحث حالا جمع و ضرب است، سیگما و اینا. خب سوال 38 گفته چی؟ از 1 تا n ضرب 1 تا n دوی به توان کایمون میشه 1024. 1024 بشه n مون چنده؟ خب بخوایم اینو باز کنیم چیه در واقع؟ دوی به توان 1 ضرب در دوی به توان 2 ضرب در دوی به توان 3 تا چی؟ تا دوی به توان n حالا میره مساوی با چیه؟ 1024 مون چیه؟ دوی به توان 10 هست دیگه پس میگیم این مساویه با دوی به توان 10. خب جمع 1 تا n مون در واقع مساوی با 10 هست چون قاعده ها مساویه میگیم دوی به توان 1 به اضافه 2 حالا تا n رو میره مساوی با دوی به توان 10. خب جمع اینا چی میشه؟ میگیم n ضرب در n به اضافه 1 مون مساویه با به روی 2 مساویه با 10. از اینجا n ضرب در n به اضافه 1 مون مساویه با 20 که این 20 چیه؟ 4 ضرب در 5 هست دیگه که اینجا 5 رو داریم اینجا هم 4 رو. در واقع n مون چی بوده؟ n مون 4 بوده گزینه ای. سوال چهارم گفته سیگما 1 تا 3 ضرب 1 تا 2 ای منهای 2 کایمون میشه چی؟ خب کایمون واسه ضربه پس میگیم چی؟ سیگمای 1 تا 3 ای مون
حالا اینجا اینو باز میکنیم ضربمونو که چیه؟ 2i منهای 2 ضرب در 1 که میشه 2 ضرب در 2i منهای 2 ضرب در 2 که میشه منهای 4. از اینجا سیگمایمون چیه در واقع؟ از 1 تا 3 دیگه. همینو باز میکنیم میگیم چی؟ اگه 1 بذاریم میشه 2 منهای 2 ضرب در 2 منهای 4 به اضافه اگه 2 بذاریم میشه 4 منهای 2 ضرب در 4 منهای 4. اگر هم 3 بذاریم میشه چی؟ 6 منهای 2 ضرب در 6 منهای 4. خب این دوتا که صفر میشن، اینم میشه 4 ضرب در 2 که میشه 8 گزینه دی. بریم ببینیم در ادامه چی داریم. سوال 39 گفته سیگمای از 0 تا بی نهایت 1 به روی 2 به توان n مون چیه؟ خب بچه اینو باز کنیم چیه؟ اولی n مون 0 میگیم 1 به روی 2 به توان 0 به اضافه 1 به روی 2 به توان 1. همینطوری میره تا بی نهایت. حالا این چی میشه؟ این میشه 1 به اضافه 1 به روی 2، بعدی میشه 1 به روی 4. همینطوری ادامه پیدا میکنه. از همون گفته نتیجه این چی میشه؟ بچه‌ها واسه حل این سوالات ما چی داشتیم؟ خیلی راحت میگفتیم که اگه آرمون کوچیک از 1 باشه چیکار میکنیم؟ میگیم جمع اینجایمون مساوی با چیه؟ آ1 به روی 1 منهای آر. آ1 مون چیه؟ 1. آرمون چیه؟ آرمون چون داره هی ضرب 1/2 میشه، پس آرمون چیه؟ 1/2. پس در واقع اینجا نتیجهش میشه چی؟ آ1 مون 1 به روی 1 منهای 1 به روی 2 که میشه 1 به روی 1 به روی 2 میشه 2 گزینه ای. خب سوال بعدی دوباره از فانکسیون ایناست. گفته g 3x به اضافه 1 مساویه. اگه x مون بزرگ و مساوی از 2 بود میگیم x منهای 2 میشه. اگه x مون کوچیک از 2 بود میگیم x به توان 2. خب اینجا چی گفته؟ g 4 مون، پس میگیم 3x به اضافه 1 مون مساویه با 4. از اینجا x مون میشه 1. خب x مون 1 کوچیک از 2 هست، پس g 3 مون میشه چی؟ g 4 مون میشه چی؟ 1 به توان 2 به اضافه 1. بعدی چیه؟ g 10 هست، پس میگیم 3x به اضافه 1 مون میشه 10. خب اگه 10 بشه x مون اینجا میشه 3. خب 3 چیه؟ 3 بزرگ و مساوی با 2 دیگه، پس میگیم چی؟ x منهای 2 هست. پس میگیم 3 منهای 2 مساوی با 1 به اضافه 3 منهای 2 مون هم میشه 1. نتیجه این میشه 2 گزینه آ. خب در ادامه حالا از مبحث حدم توی حالا سالهای 20 20 20 21 حالا یکی دو تا سوال همیشه داشتیم. اینجا چی گفته؟ حد n مون تقرب میکنه به بی نهایت. گفته 3 ضرب در n ضرب در n به اضافه 1 به روی 2 به اضافه n مون به روی 5 n به توان 2 به اضافه n به اضافه 2 میشه چی؟ خب ما گفته بودیم اگه n مون بره به بی نهایت چیکار میکنیم؟ توی صورت مخرج فقط اون رو میگیریم که حالا بزرگترین توان داره، که اینجا چیه؟ توی مخرج 5n به توان 2 هست، توی صورت هم 3 ضرب در n به توان 2 به روی 2 هست. اینجا رو دیگه کلا در نظر نمیگیریم، میگیم چی؟ حد n به بی نهایت چیه؟ حالا توی صورت چی داریم؟ 3 ضرب در n به توان 2 به روی 2. توی مخرج هم 5n به توان 2 داریم که این مساوی میشه. حالا n دو خط میخورن، میمونه چی؟ 3 به روی 2 ضرب در 5 که میشه 3 به روی 10. سوال بعدی سوال 44 گفته لیمیت x حالا بره به بی نهایت. به این صورت حالا واسمون یک افاده داده. گفته میشه چی؟ خب بچه دوباره ما چیکار میکنیم؟ فقط اون قسمتی که بزرگترین توانو داره رو ما در نظر میگیریم توی صورت مخرج، چون x مون چیکار کرده؟ به بی نهایت رفته. توی مخرج چی داریم؟ رادیکال x داریم یا همون x به توان که به روی 2. توی صورت هم حالا اینو اگه بخوایم حساب کنیم این x به توان که به روی 4 هست، اینو حساب نمی کنیم. این که حالا که به روی 8 هم حساب نمی کنیم، فقط اینو میگیم. پس توی صورت چی داریم؟ رادیکال 3x داریم که این مساوی با حد x مون به بی نهایت. حالا توی صورت رادیکال 3x به روی رادیکال x ها خط میخورن، این میشه چی؟ رادیکال 3 گزینه B. خب راه حل ساده حل این سوالات همینه. بریم سوال بعدی. سوال 43 گفته حد x رفته به بی نهایت سینوس x به روی x مون میشه چی؟ خب سینوس x مون به هر حال بین چیه؟ بین منهای 1 و
چی قرار داره؟ بین منهای 1 و 1 قرار داره. ولی x مون اگه بی نهایت بشه عدد به روی بی نهایتمون چی بود؟ 0 بود. پس در واقع نتیجه مون اینجا میشه 0. سوال بعدی گفته x منهای 9 به روی رادیکال x منهای 3 که x مون رفته به طرف 9. خب اگه ما صورت باز کنیم چی میشه؟ میشه رادیکال x به اضافه 3 ضرب در رادیکال x منهای 3. خب این با مخرج خط میخوره، در واقع این میشه چی؟ رادیکال x به اضافه 3. خب حالا x مون چی بود؟ 9 بود، میگیم رادیکال 9 به اضافه 3 که میشه 6. گزینه D. بعدی چیه؟ حد x منهای 4 به توان 50 ضرب در 2 منهای x به توان 51. x رفته به طرف 3، پس اینجا میشه چی؟ 3 منهای 4 به توان 50 ضرب در 2 منهای 3 به توان حالا 51. این میشه چی؟ 1 به توان 50 ضرب در منهای 1 به توان 51. توانش جفته، خودش هم حالا مثبته، میگیم 1 ضرب در خودش منفیه به توان حالا طاقه، میگیم چی؟ منهای 1 میشه. پس 1 ضرب در منهای 1 مون میشه منهای 1. گزینه D. خب در ادامه مبحث مشتق هم هر سال یکی دوتا داشتیم. البته سال 2020 نداشتیم، سال 2021 و 22 یکی دوتا داشتیم. سال به این صورت گفته hx مون مساویه با f g منهای 3x، j3 مون مساویه با j پریم 3 مساویه با 2. گفته g پریم 2 اگه مساوی با 4 باشه h پریم منهای 1 میشه چی؟ خب اول ما اینجا h پریم x رو به دست میاریم که چیه؟ h پریم x مون مساویه با f پریم j منهای 3x ضرب در j پریم منهای 3x که این از اینجا مساویه با چی؟ f پریم g منهای 3x ضرب در منهای 3 ضرب در j پریم حالا منهای 6. خب از اینجا ما چی رو نیاز داریم؟ j پریم منهای 1 رو نیاز داریم. پس x رو میذاریم منهای 1 مساویه با f پریم g منهای 1 ضرب در 3 میشه 3 ضرب در منهای 3 ضرب در j پریم 3. خب پس h پریم منهای 1 مون مساویه با J3 رو چی داشتیم؟ 2 داشتیم. پس در واقع F پریم 2 میشه اینجا. F پریم 2 رو هم که 4 داریم پس میگیم 4 ضرب در منهای 3 ضرب در G پریم 3 رو هم که 2 داریم میگیم ضرب در 2 مساویه با 4 ضرب در 2 8 ضرب در منهای 3 مون هم میشه منهای 24. گزینه آ. سوال بعدی اینجا سوال 50 رو بررسی میکنیم. سوال 50 گفته مینیمم حالا مینیمم مساحت این 4 ضلعی چنده؟ بچه واسه حل این کارا چیکار میکردیم؟ از مبحث مشتق میرفتیم. مساحت این قسمت چیه بچه؟ اگه اینجا x باشه این قسمت چیه؟ 2x به توان 2 به اضافه 3 به روی x به توان 2. خب اگه این دوتا رو ضرب کنیم چی میشه؟ میشه x ضرب در 2x به توان 2 به اضافه 3 به روی x دوم. خب اینا خط میخورن، در واقع چی میمونه؟ 2x دوم به اضافه 3 به روی x. خب اینجا واسه پیدا کردن این چیکار میکنیم؟ میگیم مشتق اینو میگیریم مساوی با 0 قرار میدیم. خب اینو اگه ساده بنویسیم چی میشه؟ میشه 2x به اضافه 3 به روی x. خب مشتق اینو بگیریم میشه چی؟ میشه 2 منهای خب اینجا چیه؟ میشه منهای 3 به روی x دوم. خب اینو چیکار میکردیم؟ مساوی با 0 قرار میدادیم. میگیم چی؟ این مساوی با 0. پس 2 مساوی با 3 به روی x دوم. از اینجا 2x دوممون مساوی با 3، از اینجا x دوممون مساوی با 3 به روی 2. خب از اینجا x دوممونم خب ما چی رو نیاز داریم؟ آره x دوم x مونم میشه رادیکال 3 حالا رادیکال 3 به روی 2. حالا همون اگه حالا مزدوج مخرجم ضرب در صورت کنیم میشه چی؟ رادیکال 6 به روی 2. خب ما مینیممش میخواستیم پس دیگه فقط مونده ضرب کنیم. مساحتمون چی بود؟ 2x دوم به اضافه 3 به روی x بود دیگه. خب 2 ضرب در x دوممون 3 به روی 2 بود به اضافه 3 به روی چی؟ رادیکال 6 به روی 2. از اینجا 2 با 2 خط میخوره، 3 به اضافه 3 مون میشه 6. اینم معکوس میکنیم میشه چی؟ 2 به روی رادیکال 6.
خب اینجا رادیکال 6 با این 6 خط میخوره، میمونه رادیکال 6. پس در واقع مینیمم مساحتمون مساوی با چی بوده؟ مساوی بوده با 2 رادیکال 6. گزینه دی اینجا. بریم ببینیم در ادامه چی داریم. خب اینجا سوال 49 هم با هم دیگه بررسی میکنیم. گفته چی؟ مشتق معکوس fx مون، حالا اگه x مساوی با 1 باشه چنده؟ خب بچه واسه حل این سوال، چون پیدا کردن معکوس این fx مون راحت تره، اول این کارو میکنیم، میگیم چی؟ جای x رو با y عوض میکنیم، میگیم چی؟ x مون مساوی با y به اضافه 2 منهای 1. رو میبریم این طرف، x به اضافه 1 مون مساوی با رادیکال y به اضافه 2. خب دو طرف رو به توان 2 بلند میبریم، میگیم چی؟ x به اضافه 1 به توان 2 مون مساوی با y به اضافه 2. از اینجا y مون مساوی با x به اضافه 1 به توان 2 منهای 2 یا همون f منهای 1 x مون هست. خب الان چیکار میکنیم؟ f منهای 1 x مون رو به دست آوردیم. حالا چیکار میکنیم؟ مشتقش رو اگه بخوایم بگیریم، در واقع مشتق اینو میگیریم که میشه چی؟ 2 ضرب در x به اضافه 1 مشتق منهای 2 هم میشه 0. خب حالا چیکار میکنیم؟ فقط 1 رو میذاریم. پس میگیم چی؟ f منهای 1 رو اگه مشتقش رو بگیریم میشه چی؟ 2 ضرب در 1 به اضافه 1 میشه 2 ضرب در 2 4. گزینه ای. در ادامه ببینیم حالا سوالای انتگرال هست. سوالای انتگرال سوالای خیلی سخت نیست، سوالای ساده بوده در کل. خب سوال 51 گفته چی؟ گفته اول گفته 4 آ1 منهای آ3 به روی 2 مون مساوی با 2 آ2. اینا مساحت هر قسمت هستن که به این صورت هست، اینجا آ1 آ2 و آ3. و گفته انتگرال 5 تا 0 fx مون مساوی با 10. در واقع این انتگرال چیه؟ آ1 منهای آ2 به اضافه آ3 هست. اونایی که زیر خط بودن رو چیکار میکردیم؟ منفی میگرفتیم، میگفتیم چی؟ آ1 به منهای آ2 به اضافه آ3. از ما پرسیده آ چنده. آ رو چطور به دست میاریم؟ ما اول نیاز داریم آ3 رو به دست بیاریم. آ3 مون چیه؟ در واقع اینجا 2 واحده، اینجا هم آ واحده. پس میگیم آ3 مون چیه؟ آ ضرب در 2 یا همون 2 آ هست. خب اینجا اول تو معادله اول چی داده؟ 4 آ1 منهای آ3 رو داده که 2 رو ضرب در 2 آ1 کنیم میشه 4 آ1. خب ما آ3 رو نیاز داریم، پس میگیم چی؟ اینو میاریم این طرف، اینو میاریم این طرف. در واقع بهمون چی رو داد؟ 4 آ1 منهای آ2 رو داد. 4 آ2 مساوی با آ3. خب چون آ3 رو نیاز داریم، اطراف رو تقسیم 4 میکنیم، میگیم 4. خب در واقع الان چی رو به دست آوردیم؟ آ1 منهای آ2 رو به دست آوردیم که میشه آ3 به روی 4. خب ما اینجا چی داشتیم؟ آ1 منهای آ2 به اضافه آ3 مون مساوی با 10 بود. از این استفاده میکنیم، میگیم چی؟ به جای آ1 منهای آ2 میگیم آ3 به روی 4 به اضافه آ3 مون میشه 10. و از اینجا میگیم چی؟ 4 آ3 به اضافه آ3 مون مساوی با چیه؟ 4 هم ضرب در 10 میکنیم دیگه، میشه 40. 5 آ3 داریم مساوی با 40. اطراف رو تقسیم 5 کنیم، از اینجا آ3 مون میشه 8. خب این 8 مون چی بود؟ اینجا 8 مون چی بود؟ 2 تا آ1 بود دیگه. پس میگیم 8 مون مساوی با 2 تا آ هست که اینجا داشتیم. از اینجا آی مون هم میشه 4. گزینه دی. سوال خیلی خوبی بود. سوال 21 باشه. سوال بعدی سوال انتگراله. گفته انتگرال 1 تا 0 4x دی x به توان 3 به اضافه x به اضافه 1. خب بچه این چیه؟ این دیفرانسیل دیگه. پس این در واقع چیه؟ دی x به توان 3 به اضافه x به اضافه 1 مون مشتق این قسمت ضرب در دی x. مشتق این چی میشه؟ میشه 3x دوم به اضافه 1 ضرب در دی x. خب اینو توی معادله بالا جاگزین میکنیم، میگیم چی؟ انتگرال 1 تا 0 4x ضرب در 3x به توان 2 به اضافه 1 dx. خب این دوتا رو با هم دیگه ضرب کنیم چی میشه؟ میشه انتگرال 1 تا 0 4x ضرب در 3x دوم میشه 12x سوم به اضافه 4x dx. خب الان انتگرال اینو اگه بگیریم میشه چی؟ میشه 12x 4 به روی 4
به اضافه 4x دومه به روی 2 از چی؟ از 1 تا 0. خب 0 به هر حال اگه بذاریم دوباره میشه 0. اینجا 4 با این خط میخوره، این 2 هم با این، که در واقع 3x چهارم به اضافه x دومه. خب 2 هم بذاریم میشه چی؟ 3 ضرب در 2 به توان 4 1 بود دیگه. میگیم چی؟ 3 ضرب در 1 به توان 4 به اضافه 2 ضرب در 1 به توان 2 که میشه چی؟ 3 به اضافه 2 مساوی با 5. گزینه ای سوال 2022 بود. اینم سوال حالا متوسط بود. خب سوالای اینم سوالای فصل آخرم سوالای ماتریس هست که البته بچه از مبحث کمبیناسیون و پرموتاسیون و اینا سوال نداشتیم. کلا از مبحث ترتیب و ترکیب سوال نداشتیم توی 3 سال اخیر و ببینیم توی از ماتریس چه سوالایی آورده. خب آ1 و آ رو دقت کنین، کلا یک ماتریس 3x3 واحده که اگه 4 رو مشترک بگیریم چی میشه؟ در واقع آیمون مساویه با 4 ضرب در ماتریس واحد 3 و بیمون چیه؟ بیمون مساویه با اینجا اگه 1 به روی 32 رو مشترک بگیریم این هم یک ماتریس واحد 3 هست. خب از ما چی رو پرسیده؟ بی به توان منهای 1 ضرب در آی به توان منهای 1 مساوی با چیه؟ خب ما گفته بودیم اگه یک ماتریکس واحد داشته باشیم، اگه چی میشه؟ مثلا یک ماتریکس واحد ستایی داشته باشیم به توان منهای 1 دوباره میشه یک ماتریکس واحد. پس اینجا اگه بخوایم معکوس بی رو بگیریم میشه چی؟ میشه 1 به روی 32 ضرب در ماتریکس واحد ضرب در 1 به روی 4 ضرب ماتریس واحد. خب ضربشون هم که حالا دوباره ماتریس واحد میشه و توی صورت هم که فرقی نمیکنه. اینجا 4 داریم، این 4 با 32 خط میخوره، اینجا میشه 8. پس در واقع 8 ضرب در ماتریس واحد داریم که 8 مون هم 2 به توان 3 هست که میشه گزینه ای. سوال 54 گفته چی؟ آیمون به این صورت یک ماتریکس داده، گفته بیمون هم به این صورته، گفته آبیمون اگه 10 و 5 منهای 1 بشه x y و z مون میشه چی؟ خب ضرب آی در بی چیه؟ واسه 10 اگه حساب کنیم 10 مون مساویه با 1 ضرب در 3 به اضافه 2 ضرب در x به اضافه 3 ضرب در y مون مساوی با 10. بعدی چیه؟ واسه 5 اگه حساب کنیم 2 ضرب در 2 5 مون 2 ضرب در 2 منهای 1 ضرب در 2 مون که میشه منهای 2 به اضافه z ضرب در y مون مساوی با 5. بعدی چیه؟ بعدی واسه منهای 1 اینجا که 0 ضرب در 3 مون به اضافه y ضرب در 2 منهای 3 ضرب در y مون مساوی با منهای 1. این قسمت میشه 0. اینجا 2y داریم منهای 3y که میشه منهای y مساوی با منهای 1. از اینجا y مون میشه 1. خب y رو به دست آوردیم، x و z مون. خب 10 مون مساوی با چی بود؟ 3 به اضافه 2x به اضافه 3y. y مون 1 بود، میگیم 3. از اینجا این دوتا میشه 6 رو ببریم اینجا میشه منهای 6، اینجا میمونه 4 مساوی با 2x. از اینجا x مون هم میشه 4 به روی 2. بعدی چیه؟ z رو نیاز داشتیم که چه بود؟ 5 مون مساوی بود با 2 ضرب در 2 که میشه 4 منهای 2 به اضافه z ضرب در y. y مون هم 1 بود. 4 منهای 2 میشه 2، 2 رو ببریم این طرف میشه 3. پس در واقع z مونم بوده چی؟ z مونم 3 بوده. خب ضرب این سه تا رو ازمون پرسیده که میشه 2 ضرب در 1 ضرب در 3 که میشه 6. خب سوالای ریاضی 2 مونم همین قدر بود. حالا در دو پارت اولشو توی کانال میذارم، اینم پارت